شب خیلی مهم از سرنوشت ساز در مورد ارزهای دیجیتال. دوستان عزیز، قرار جمعه شب 7 مارس یک جلسه کریپتویی در کاخ سفید به میزبانی آقای ترامپ برگزار بشه که قراره در این جلسه اکثر بزرگان حوزه کریپتو حضور داشته باشند، مثلا مدیر عامل ماکرو استراتژی که دعوت شده، مثل بنیانگذار کاردانو و چندین شخص دیگر، که این شب میتونه یک شب خیلی مهم و یک شب متفاوت در مورد ارزهای دیجیتال باشه که امیدوارم بعد این جلسه اتفاقای خوبی در مورد ارزهای دیجیتال بیفته. اون انتظاراتی که ما داریم انشالله اتفاق بیفته، که آقا اون هیجانی که واقعا قبل از انتخابات داشتیم که آقای ترامپ قرار رئیس جمهور بشه، نمیدونم بیت کوین میشه 200,000 دلار، نمیدونم آلت کوین ها میشه چند برابر، امیدوارم بعد این جلسه اتفاق بیفته که متاسفانه اون انتظارات واقعا قبل از انتخابات داشتیم متاسفانه وقتی که آقای ترامپ اومد نیفتادن. که از حق نگذاریم، واقعا بیت کوین خوب رشد کردن، ولی خب آلت کوین ها منتظر بود که آقا اون آلت سیزنه در واقع اتفاق بیفته. با یک سری کارهای آقای ترامپ، این تعرفه هایی که الان برای مثلا چین و نمیدونم کانادا و استرالیا و اروپا وضع کردن، باعث شدن روند بازار در کل عوض بشه. اون روند سعودی داشت کامل برگشت، الان روند نزولی شدن که متاسفانه آلت کوین ها عملا نابود شد. من داشتم امروز یک مقاله میخوندم میگفت که ارزش آلت کوین ها یا میم کوین ها 50% افت کرده. یعنی عملا کسی اگر سرمایه گذار در آلت کوین ها بودن، عملا سرمایه شده نصف اسخای میکنم نصف شده. من عملا خودم یک سری آلت کوین های خریدم، عملا الان نصفه. مثلا شما تون رو در نظر بگیر، مثل یک ارز تون، یک ارز واقعا معتبر، یک ارزی که واقعا داشت خوب روند سعودی بود، خوب رشد میکردن، الان $3 از $6 $3. مثل نمیدونم آربیتروم، مثلا انجن کوین و چندین ارزی دیگه. ولی خب امیدوارم که بعد این جلسه اون انتظاراتی که ما داشتیم اتفاق بیفته. اگر در ضررید، امیدوارم که بعد این جلسه برید در سود و سرمایه‌تون چند برابر بشه انشالله. دوستان عزیز، اگر این جلسه طبق اون انتظاری که بازار داره و همچنان تحلیلگران بازار دارن اتفاق بیفته، یک سری ارزایی که در واقع میشه گفت آقا پشتش آمریکا هستن، میتونن یک روند صعودی داشته باشه، که البته به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری نیستش. اگر در این حوزه فعالیت دارید، این ارزا رو یک زیر نظر داشته باشین، یک بررسی بکنید قبل از جلسه. اگر این ویدیو رو میبینید، یه نگاهی بندازین که ببینید آقا این ارزا رو اگر خواستید ریسک بکنید، میتونید یک مقداری با مدیریت سرمایه روی ارزها سرمایه گذاری کنید، که البته مجدد یادآوری میکنم هیچ گونه سود و زیان شما به من ربطی ندارن. دوستان، ارزایی که میتونن یک نوسان خوبی داشته باشن در صورتی که جلسه به نفع بازار باشه و اتفاقایی که ما منتظرشون بیفته، این ارزا میتونن نوسان خوبی داشته باشن. مثلا مثل کاردانو، مثلا XRP یا همون ریپل، سولانا، که اینا رو اومدن اصلا خود آقای ترامپ اعلام کردن، توییت کردن. و ارزهای بعدی که میتونن تو این شب نوسان خوبی داشته باشن، اگر جلسه طبق انتظارات پیش برن، میتونن این ارزها سودی خوبی بدن در مارکت. مثلا مثل دوج کوین، مثلا چنلینگ، لایت کوین، سوی سی و حتی شیبا، این ارزها میتونن سود خوبی بدن، که البته میگم اگر جلسه طبق پیش بینی و انتظارات بازار پیش برن، به نفع بازار در واقع، این ارزها خوبه. دوستان، بریم روی چارت ارزها رو کامل بررسی کنیم، ببینیم در کجای چارت قرار داریم، کدومش بیشتر مستعد رشد. دوستان خودتون هم بررسی کنید، منم یه خلاصه بررسی میکنم که ببینیم چه جوریه. قبل از اینکه برم دوستان روی اسکرین، خواهشاً این ویدیو رو لایک کنین، اگر از یوتیوب و فیسبوک میبینید این ویدیو رو هم شیر کنید. دمتون گرم. البته با کامنتاتون به من انرژی میدید که از این بعد بیشتر فعالیت کنم و همچنان انگیزه بگیرم. بریم روی اسکرین دوستان عزیز. دوستان، اگر بیایید در سایت کوین مارکت کپ، اینجا در قسمت کریپتوکارنسی همه ارزها رو طبق اون حوزش اومده سورت کرده در واقع. مثلا شبکه سولانا، مثلا شبکه داد، بی ان بی، نمیدونم حوزه گیمینگ، هوش مصنوعی و دیفای. اینجا یه قسمتی به نام یو اس ای یا همون آمریکا هستش. ارزهای مثل ایکس آر پی، سولانا، مثلا کاردانو، دوج کوین، چنلینگ، نمیدونم استلار، آوالانچ، سوی سی و چندین ارز دیگه. دوستان، ما ارزهایی در موردش صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که ترندی الان هستش و همچنان در موردش خیلی صحبت میشه. برمیگردیم در سایت تریدینگ ویو. در این قسمت اول از دوج کوین شروع میکنیم. دوج کوین دوستان، نسبت به یک سری ارزها من امروز اومدم بررسی میکردم، همچنان نگاه میکردم، متاسفانه اوضاعش زیاد جالب نیست. اگر دقت کنی از اینجا اگر در نظر بگیری، توی اصلاح اخیر بیت کوین خیلی ریختن، نزدیک
60% ریزش کردن که البته اگر گذشته چارت دوج کوین رو بررسی کنی کاملا متوجه میشه که شارپی صعود میکنه و همچنین متاسفانه آبشاری هم میرزه. کلا روند شیبا و دوج کوین اینجوریه، چون بیشتر با اخبار بالا پایین میشه. البته نمیشه گفت فقط اخبار، که البته من همچنان انتظار دارم و همچنان ارز مورد علاقه من دوج کوینه که میتونه با حضور آقای ایلان ماسک اتفاقای خوبی براش بیفته، که الان دیگه آقای ایلان ماسک جای خیلی مهمه، نسبت به قبل زورش بیشتره، ولی شرایطش خیلی جالب نیست. خیلی از اینجا رشد خوبی کردن، ولی در حال حاضر نسبت به یک سری ارزهای دیگه متاسفانه زیاد جالب نیست. اینو در نظر داشته باشید. بعد میایم یکی یکی بررسی میکنیم، نتیجه میگیریم که بهتر کدومشو اول سرمایه گذاری کنیم یا در واقع اولویت بندی کنیم. ارز بعدی دوستان کاردانو هستش. کاردانو یا همون آدا با توییت آقای ترامپ تو یک روز تقریبا 80% رشد کردن. من گفتم این ارز رو همینجوری میدیدم، لایو بازار میدیدم که همینجوری داشتم میرفتم بالا. این ارز خیلی خوبه، اگر اولویت بندی کنی اولین ارزی که میخوای سرمایه گذاری کنی این ارز خوبه. کاردانو بد نیست. نسبت به دوج کوین من کاردانو رو ترجیح میدم. و ارز بعدی دوستان، من اینا رو همه رو همینجوری سریع نگاه میکنم که شما در نظر داشته باشه، خواستید میتونید ریز خودتون نقطه ورود پیدا کنید. و ارز بعدی دوستان XRP یا همون ریپل همچنان مثل کاردانو با توییت آقای ترامپ یه 40% این هم رشد کردن تو یک شب و الان هم جایی بدی نیست نسبت به دوج کوین. اگر دقت کنید دوج کوین از اینجا شما اینجوری در نظر بگیریم، از اینجا اگر ریزش کرده بود دوج کوین الان اینجاها هستش تو این نقطه، ولی خب این تا اینجا اصلاح کردن، یعنی تقریبا میشه گفت نسبت به دوج کوین خیلی شرایطش بهتره. و ارز بعدی دوستان سول هم دوستان تو یک کانال بوده، این کانال متاسفانه از اینجا شکسته شد، الان هم تو یک کف خیلی مهمه و همچنان سولانا میگن دیگه اتریومی بعدیه، ولی خب این هم شرایطش نسبت به کاردانو و ریپل زیاد جالب نیست، ولی اینم در نظر داشته باشین. این ارزی معتبره، ارزی که خیلی خوبه. این سه تا ارزی که خیلی آقای ترامپ روش تاکید کردن و همچنین جزئی ذخیره استراتژیک در نظر دارن. و ارزهای بعدی که خودم دوستان در نظر دارم که میتونن بعد این ارزها رشد خوبی بکنن، مثلا لینک هستش. و ارز لینک دوستان، ارز لینک چارتش تقریبا مثل دوج کوین زیاد جالب نیست نسبت مثلا به ریپل و کاردانو، چارتش ضعیفتره، هنوز جلسه شروع نشده. این ارز همچنان روندش صعودیه، تازه شروع کرده به پام کردن، الان 10% رشد کرده. یعنی من اومدم روز که بررسی کردم ویدیو رو دارم شب ضبط میکنم تو این چند ساعت نزدیک 10% رشد کرده. این ارز هم بد نیست دوستان، این ارز میتونین یه بررسی داشته باشین. و ارز بعدی ما دوستان مثلا ارزی سوی یا سی رو، اینجا سی رو دارم در این دستم، اینو بررسی میکنم. ارز سی تایم فریم روزانه متاسفانه روندش نزولیه دوستان، ولی خب اینجا یک کف خیلی مهمه. اینجا یک کف خیلی مهمه که در حال حاضر 6% هم شروع کردن به رشد کردن و اگر از اینجاها بخواد رشد کنن، اگر اونجوری که ما مد نظر داریم اتفاق بیفته تا اینجاها بیان 200% میتونن سود بدن دوستان. این وقت اتفاق میفته که اون آل سیزن شروع بشه. اگر آل سیزن شروع بشه واقعا از میتونن قشنگ 350% 400% سود بدن. اینم بد نیست. الان جای خیلی مهمه، جاش خیلی مهمه. خدای نکرده اگر از اینجا بیرزه دیگه اون موقع خدا به دادتون برسه دوستان. لینک رو بررسی کردیم، دوج و XRP رو بررسی کردیم. سوی هم دوستان ببینم، من سوی رو و ارز سوی دوستان، ارز سوی هم جای بدی نیست نسبت به یک سری ارزها، واقعا الان شرایطش بهتره. تقریبا از اینجا اگر در نظر بگیریم چقدر اصلاح کرده،
50-60% اصلاح کرده. این ارزم بد نیست دوستان. ارزی سوی یک از ترندهای الان هستش دوستان، اینو میتونید واقعا روش ریسک کنید اگر اولویت بندی کنید. مثلا XRP، آدا، سوی، چینلینک. آها راستی چیز مونده براتون بگم، LTC. و ارز LTC دوستان، ارز LTC هم شرایطش خوبه. LTC الان نسبت به یک سری ارزا اینم شرایطش خوبه. چند بار اومده از اینجا برگشته، هر بارم که برگشته تقریبا در اثبات چقدر به ما سود داده. من اینجا رو در نظر بگیرم، تا اینجا نزدیک 40% به ما سود دادن همینجور اثباتش که چند بار اتفاق افتاده. 1 2 3 4 5 بار اتفاق افتاده. قشنگ میتونید شما این کف بخرید، این سقف اثبات بفروشید. الان هم شرایطش بدک نیست دوستان. این چند تا ارز میتونن در صورتی که جلسه به نفع بازار پیش برن، اون خبرهای خوشی که همه منتظرشیم آقای ترامپ اعلام کنن، شاید این ارزها بتونن سود خوبی بدن. امیدوارم این ویدیو برای شما عزیزان دل مفید واقع شده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک کن و همچنان بفرستید برای دوستانتون. اگر کانال رو ساب ندارین اون دکمه ساب رو بزنید. دمتون گرم، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.